ابو عمرو ابن العلا رحمت الله علیه میگویند که مردی که سن و سالش رفت است، نه از طعام و شراب و از نکاح لذت میبرد، یعنی دیگه نه دندان دارد که طعام خورد، نه اشتها دارد که شراب نوشد و نه قوت دارد که خانه‌داری کند و نکاح کند، دیگه لذت دنیا رفت است. بعد برای او گفته شد که اتحب ان تموت، دوست می‌داری که وفات کنی؟ گفته است که لا، نمیخواهم. فما بقی لك من لذت الدنیا، از لذت دنیا به تو چی باقی ماند؟ یعنی این عمری که پیران سالی چی نکار پر از عذاب و مشقت. قال استمع اخبار الرجال و استمع العجایب، من به خبری بزرگان گوش میاندازم، یعنی به ترجمه حال علما و اولیاء الله گوش میاندازم و استمع العجایب، یعنی به کارها و تاریخ‌های عجایب گوش میاندازم. گوش انداختن به معنی که خواه از یک عالمی که نقل میکند گوش اندازد، خواه خودش اگر خواند هم به واسطه گوشش میشنود اون چیزی که خواند.